تا کی باید شهروند تاجیکستان آزار و اذیت بکشد؟ تا کی شهروند تاجیکستان زیر ظلم و ستم قرار بگیرد؟ بار شده است که یک بار سفیر روسیه در تاجیکستان به حکومت دعوت کرده شود، یک بار از او سوال کرده شود، به او یک بار نوت سپاریده شود. تا کی شما دست به کار میشوید؟ تا کی شما دفاع میکنید؟ وقتی که عزت امان، کرامت شریپوف و دهها راهبران مهاجران مهنتی که مردمی بودن میخواستن دفاع کنن، شما آنها را نگذاشتید. گفتید که سفیر برجان نعلت، سفیر کثیف، خودش میاد از مردم تاجیک دفاع میکند. ولی کجا سفیر عینی حال؟ کجاست نماینده سفارت؟ کجاست نماینده کنسولگرایی؟ کی آنها از مردم تاجیک دفاع میکنند؟ شما وعده نداده بودید؟ شما به همین بهانه کرامت شریپوف رو نبردید؟ شما به همین بهانه عزت امان رو از روسیه ندزدیده بردید که مردم به آنها مراجعت میکنند، به سفارت مراجعت نمیکنند که سفارت کمک کند؟ خب شما نمیبینید؟ مگر شما کور هستید؟ شما نمیشنوید؟ مگر در گوش خود پخته زدید؟ اینا را باید که ببینید دیگر. این بار اول نیست. یک خانواده تاجیک که کودک خرد بود تجاوز کردن، کشتن دیگر. این خانواده رو با 6 فرزندش تهمت زدن، مادرش رو به نسبتش پرونده باز کردن، خانهش دادن، امتیازش دادن و چیکارش کردن؟ نسبتش پرونده باز کردن. و این برادر دیگر، این شهروند تاجیکستانی دیگر رو که 4 فرزند دارد، یک امتیاز 35% دادن، نسبتش پرونده باز کردن. با حالا چه فرق میکنه که اون شهروند روسیه گرفته است؟ شهروند تاجیکستان نیز هست. شهروند دیگری تاجیکستانی که در فدراسیون، در جنگ اوکراین، در زخمی شده است، با پاهاش رکشته نمیتوند، از شما شکایت کرد که بیایید من از اینجا ببرید. خاموشی را اختیار کردید، حرف نمیزنید. آخه این شهروند نیست؟ این ساکنی تاجیکستان مگر نیست؟ از کدام ظلم شما، از کدام ستم شما، از کدام بیکاری شما، از کدام ناتوانی شما ما اینجا حرف بزنیم دیگر؟ به خدا بس است دیگر. علم آور است این کار رو دیدن. با خدا قسم با آذربایجان رشک میکنه. میبینیم رو میبینیم رشکمون میآید که چگونه حکومت آذربایجان با این قدر دیکتاتوریتش ایستادگی داره، از شهروندایش دفاع میکنه. آخه این شهروندان تاجیکستان بیگانه نیستن. گفتی محمد علی حید اینا فرزندای اوگهی این کشور نیستن. آخه اینا ارزش همین سرزمینن، اینا شهروند همین سرزمینن، اینا فرزندان همین ملتن. باید اینها دفاع کرده شود. مسئله دیگری که هیچ گونه دفاع کرده نشد. ببینید این بیچاره را شما ببینید، از بی‌دفاعی گناه بافتر به سر خود گرفته است. شما این رو ببینید یک مرتبه. مگر لطکوبی همین انسان ها 4 نفره که در کراکو سیتی اونقدر بازار شدن، گوشاشون بریده شد، زده شدن، لطکوب شدن، مگر شما فراموش کردید؟ تا حال هم خانواده همین شخصیت ها نمیدانند که فرزندانشان با وکیل در فدراسیون روسیه تامین هستند یا نیستند. با وکیل. شما تصور کنید حکومت تاجیکستان اون قدر قادر نیست که برای همین شهروندان که نسبتشون اتهام زدن یک وکیل بگیرد. یک وکیل. پیوندانشون نمیدونن که وکیل دفاع دارن یا ندارن. آخه ما از کجا حرف بزنیم دیگر؟ از کدام سمت ناتوانی و ضعف شما دیگر حرف بزنیم؟ به خدا خسته شدیم دیگر. اینا دیگر چیکار کنن؟ اینا از ضرب، از شته، از شکنجه، از تمام فشارهایی که بالاشون میان دیگر مرگ لیلی را به گردن میگیرن. آخه برادرو، ای حکمتداران ظالم، آخه شما باید درک کنید، بفهمید آخه اینا دیگر هیچ کس ندارن. اینا همین ما را دارن، شما را دارن، همین حکومت ظالم دارن دیگر. آخه اینا از اینا دیگر کسی دفاع کردن نمیتواند.
آخه با وکیل حد امکان با وکیل تامینش کن که همون وکیل بداند که در همون قضیه چی میگذرد آخر. چرا نسبت اینا اتهام وارد میکنن؟ حد امکان اندکی هم باشد اشاره کرده شود که با کدام اساس ها اینا در اونجا نشستن. ما فقط یک طرفی کارا میبینیم که نسبت اینا پرونده جنایی باشیده است، اینا در کراکوش به تروریسم متهمند. آخه ما طرف دیگری قضیه رو نمیبینیم که. چرا نمیبینیم؟ چون ناتوانی شماست. اینها پول ندارن، مهاجرن، از کجا پول دارن وکیل بگیرن؟ آخه شما باید وکیل بگیرید. فرزندان کمبغلن اومدن کار کردن که شما با زن همسرتون در خونه بشینید دیگر. آخه به خدا عیب است، به خدا ننگ است، این بیناموسی است. آخه این گونه نمیشود حکومت داره کرد، این گونه نمیشود پیش رفت. آخه به اساسی همین چند نفر چقدر تاجیک رو از روسیه خارج کردن، چقدر تاجیک رو تحقیر کردن، چقدر تاجیک رو بناموس کردن، رذیل کردن، پرتافتن همین روسا. آخه شما چیکار میکنید دیگر؟ با چی کار میآید؟ همین شما یک بار بگید که در حاکمیت چشتید برای چی، بعد چی درد میخورید؟ دردی کی را شما دوا میکنید؟ شما برای چی در اونجا نشستید؟ آخه وقتی یک مخالف صحبت میکند خونش رفته میتونید کو. آخه شما نمیتوانید یک بار از در همینا خبر بگیرید، مادر همین را برید بپرسید چی درد دارید شما؟ آیا وکیل تامین هست نیست؟ ما چیکار از دستمون میاد برای فرزند شما بکنیم؟ آخه شما نمیتوانید کمک برسونید. آخه این گونه نمیشود برادران، این گونه نمیشود پیشرفت، این گونه نمیشود ترقیات کرد. امروز به ارزشترین شهروند در فدراسیون روسیه تاجیک است، تاجیکستانی است. آخه برای ما ننگ نیست مگر؟ روسیه 600-700 سال می شود در دولت دارد. آخه ما تاجیکستان پیش از میلاد دولت داشتیم، ما پیش از میلاد کشور داشتیم، ما پیش از میلاد سرزمین و منطقه داشتیم برای خودمان. آخه ما آریایی نیستیم مگر؟ سازنده خانه و در نیستیم مگر ما به اینها خانه سازی را نشان ندادیم مگر کشورداری را ما به همینا ناموختیم مگر؟ آخه نخواه ملتی که 600 سال تاریخ دارد برای ملتی که 3000-4000 سال تاریخ دارد بیاید اینقدر ظلم کند و ما توانایی دفاع کردن رو نداشته باشیم؟ مگر ملتی که تیبش تا عصر 17 و 18 19 در بهترین دانشگاه درس داده میشد و حال آرام از تیبی ما اینا استفاده میکنن، کتابهای تیبی ما را عالم میآموزند، مگر ما تا اون درجه پایان فرودیم که نتوانیم از یک شهروندی خودمون دفاع کنیم؟ آخه عیب است، شرم است، حیا کنید به خدا قسم، ناموس کنید به خدا قسم. امروز کلید حکومت در دست شماست. امروز باید از ملت شما دفاع کنید. من نمیتوانم از این ملت دفاع کنم، کسی دیگر نمیتواند. امروز حکومت در دست شماست، سلاح در دست شماست، دیپلماتیا در دست شماست. آخه شما باید مدافع این ملت باشید. وقتی دولت دفاعگر مردمش نباشد کی مدافع این ملت میشود؟ به خدا قسم عیب است، به خدا قسم شرم است. بس کنید به خدا قسم، بر بخیزید از این ملتی مظلوم دفاع کنید. یک بار همون ناموستونه بیدار کنید دیگر اگر داشته باشید. یک بار بر بخیز از این ملتی مظلوم دفاع کنید.